الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على إمام الموحدين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، وفقكم الله و بارك فيكم. با توفیق الله سبحانه و تعالی و فضل و کرمش بإذن الله امروز حلقه 107 از آموزش توحید را شروع میکنیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما یک موضوعی که تعلق به عبادت دارد بیان کرده می شود. موضوع این است که برای چی یگانه الله سبحانه و تعالی مستحق عبادت است، از غیرش؟ بله، به من شما معلوم است اهل توحید که یگانه ذاتی که حق عبادت کردن را، بگویم حق عبادت شدن را دارد، این الله است. مستحق یعنی کسی که حقدار است. الله مستحق عبادت است، یعنی الله ذاتی است که حق دارد که دیگر مخلوق ها بیاید این ذاتی که خالق است عبادتش بکند. این حق الله است و غیر الله این حق را ندارد و الله به هیچ کس این حق را نداده است. چرا یگانه الله مستحق عبادت است؟ برای اینکه اولا بگیم خودی الله به ما خبر داده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انسان ها و جن ها رو خلق نکردم مگرم به خاطر ایوحدون، یگانه عبادت کردنی من. الله به ما بیان کرد که یگانه ذاتی که مستحق عبادت شدن را دارد این خودی من هستم. و الله خودش خبر داد که غیر الله را عبادت کردن این شرک است و کفر است، کسی نباشد یا چیزی نباشد. بله، علما با یک چند طرف ها، با یک چند نقطه ها و وجه ها مستحق بودنی الله را، تنها خودش را برای عبادت شدن بیان کردند. اولین چیزی که ذکر میکنند علما این است که میگند الله مستحق عبادت شدن را دارد به خاطر کامل بودن صفتهایش و به خاطر کامل بودن جلالش و به خاطر کامل بودن پاکیش و بیعیبی و بینقصانیش ربنا سبحانه و تعالی. اولین نقطه که ذکر میکنیم این است که الله مستحق عبادت است و باید عبادت کرده شد. چرا یگانه خودی الله باید عبادت کرد؟ برای اینکه یگانه ذاتی کامل این الله است که از همه جهت کامل است، صفاتش کامل است، عیب نقصان کاملا ندارد. پس الله سبحانه و تعالی عبادت کرده می شود به خاطر کامل بودنش از همه جهت، از همه طرف. و از این نمودی کمالات الله این است که الله متصرف است. الله چگونه که خواهد این زمین و آسمان را، انسانها را، بارک الله فیکم، تصرف میکند. یعنی همه چیزها
همه این مخلوقات در زیر امر الله هستند. متصرفی این چی زمین و آسمان و هر چیزی که در بین زمین و آسمان و کائنات است. صاحبش، نگهدارنده اش این الله است. کاملا الله است. هیچ کسی با الله در این متصرف بودنش همراه نیست. و این چنین از کمالات الله این است که الله قادر است به تمام معنای قادر بودن. به همه چیز قادر است. یگان چیزی نیست که قادر نباشد و یگان چیزی نیست که به الله وزنینی بکند. الله قادر است به همه چیز. و الله کمال است. بگویم کمالی الله این خالق بودن الله هست. اینجوری الله چیزی رو خواهد خلق میکند، چگونه که خواهد خلق میکند. و این چنین کاملی علم الله علمش کامل است. چنان کامل است که هر چیزی که شد و نشد و می شود و چرا می شود و کی می شود و به کی می شود و در کجا می شود و چگونه می شود، همه این را الله سبحانه و تعالی پیش از 50,000 سال خلق کردن انسان با خبر بود. ببینید الله سبحانه و تعالی تقدیری تمام انسان ها را 50,000 سال پیش از خلق کردن زمین و آسمان نوشته کرد. یعنی 50,000 سال پیش از خلق شدن زمین و آسمان، حالا زمین و آسمان نبود، الله میدونست که هر انسانی که به این دنیا از اول دنیا تا آخر این دنیا می آید چگونه و کی و چرا و چه خیل زندگی می کند، هدایت یافته یا که گمراه شده، جنتی است یا که جهنمی، همه این رو می داند. آیا یگان چیزی، یگان مخلوقی مثل الله سبحانه و تعالی این چنین کمال دارد؟ کمال در علم، کمال در خلق، کمال در تصرف، کمال در قادر بودن، کمال در صفتش و جلالش و پاکی و بی نقصان و بی عیب بودنش. الله به همه چیز علم دارد. یک برگ درخت نمی غلطد مگرم اینکه الله می داند. و همین را آیا در وقت غلطیدن دانست؟ نه والله، پیش از این که زمین و آسمان را خلق بکند 50,000 سال پیش دانسته بود که یک برگ درخت در فلان وقت به فلان سبب می غلطد و این همه به اراده الله، به خواست الله است. الله اکبر. ما تسقط من ورقة الا یعلمها. یک ورقه برگ درخت نمی غلطد مگرم اینکه الله می داند. پس این ذاتی که کامل است مستحق عبادت است. و این سخن ما را تأکید می کند، بار دیگر تأیید می کند خود سخن الله سبحانه و تعالی در آیت زخرف، سوره زخرف آیت 81 که الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. بگو ای محمد. با کی بگو؟ به همون فرقه های باطل بگو که به الله فرزند را نسبت میدهند، دعوا دارند که الله گویا فرزند دارد. یهود هم میگوید که عزیر پسر الله است، نصرانی ها هم میگوید که عیسی پسر الله است. اعوذ بالله من ذلک. این یک تهمت به الله است و این یک به نهایت بی ادبی و سبحان الله در حق الله کمبودی شدید کردن است و این از همه درجه شرک وزنین است که به الله یک انسان را فرزند بگوید. الله سبحانه و تعالی یهود و نصارا اهل کتاب را انکار کرد به همین آیت و به پیامبر صلی الله علیه و گفت که بگو ای محمد اگر الرحمن یعنی الله فرزند داشته باشد پس من اولین کسی هستم که
همون فرزند الله را عبادت میکنم. معنای آیت همین است که پس الله فرزند ندارد. چرا که اگر فرزند داشته باشد، در حقیقت اگر فرزند داشته باشد، اولین کسی که فرزند الله را عبادت میکنه این محمد صلی الله علیه و آله است. لیکن ندارد الله. این ناممکن است که الله فرزند داشته باشد. معنای همین است که اگر رحمان فرزند می داشت، چه که شما ای مشرکین دعوا میکنید، دعوای دروغین میکنید که الله فرزند دارد، عبادت کردنش درست و صحیح میشد. عبادت کردن فرزندی الله صحیح درست میشد. چرا؟ برای اینکه اگر الله فرزند داشته باشد، فرزند هم از همون صفتهای سبحان الله پدرش برخوردار میشد، صفتهای کامل، کمالات، و بعد از این هم مستحق عبادت کردن میشد. اما این مستحیل است، این ناممکن است و نشدنی است. چرا؟ برای اینکه خودی الله این کار کرده است که من فرزند ندارم. از الله فرزند چی است؟ بارک الله فیکم، تولد نشده است. یا الله پدر یگان فرزندی نیست، یا یگان انسان یا مخلوق فرزند الله نیست. و همین سوره اخلاص را ببینید. قل هو الله احد، بگو ای محمد الله یگانه است. الله الصمد، الله بی‌نیاز است، از همه چیز بی‌نیاز است. در جمله از عبادت شما هم بی‌نیاز است. از این دنیایی که شما امروز بی‌نیاز به بزرگیش نگاه میکنید، الله بی‌نیاز است. در نزد الله به مانند قنات یک پشه وزن ندارد، اعتبار ندارد. لم یلد ولم یولد، الله فرزند ندارد. از کسی بگویم الله از خودش بگویم فرزند ندارد، و الله از کسی زاییده هم نشده است. به این معنی که الله فرزند کسی هم نیست. من و شما این مخلوقا، من و شما هستیم که از کسی تولد میشویم و ما فرزند داریم. فرزند داشتن این نسبتی برای ما این کمال است. یک کس فرزند نداشته باشد، یک انسان میگیم این کمبودی دارد، کسلی دارد، یا یک نعمت بزرگ را الله به اون نداده است. اما به الله بی فرزند بودن این کمال است. فرزنددار شدن و به فرزند احتیاجمند بودن این نقصان است. این نقصان یکی از کمبودی انسان است که یعنی انسان به همون چیز احتیاج دارد، نیاز دارد. الله پدر و مادر ندارد، فرزند ندارد، کامل است. پس از همین جهت باید الله عبادت کرده شود. فلم یکن له کفوا احد، و بدونید که هیچ کس به الله برابر نمی شود از همه جهت، و به خصوص از جهتی کاملی الله. پس یگانه ذاتی که باید عبادت کرده شود این همان ذاتی که کامل است. ذاتی کامل باید عبادت کرده شود و یگان کامل نیست، مطلقاً یگان کامل نیست بجز الله. کامل مطلق این الله است. پس به من شما فرض عین است که عبادتمان را تنها به همین ذات کامل الله سبحانه و تعالی انجام بدیم، تنها به خودش، نه به غیر الله. اما به غیر الله بوده دیگر چیزها همه اش نقص دارد، کمبودی دارد و یگان چیز مستحق عبادت نیست. و از جهت دوم الله مستحق عبادت است. الله عبادت کرده می شود به خاطر جمالش عزوجل. الله جمال دارد، جمال مطلق. این همه جمال مطلقی که صاحبش الله است و جمال مطلق از الله است از همه جهت. زیبایی مطلق. ببینید الله کامل است و الله جمال دارد، زیبایی دارد، مطلقاً از همه جهت. هیچ کسی بجز الله به جمال مطلق وصف کرده نمی شود. پس یگانه ذاتی که باید عبادت کرده شود این همون ذاتی هست که جمال مطلق دارد
و کمال مطلق دارد که آن الله است سبحانه و تعالی. و سوما الله سبحانه و تعالی ربنا مستحق عبادت شدن دارد به خاطر این که به خلقش نعمت می دهد، به خلقش فضل می کند، انعام می بخشد، به همه بندگانش رزق روزی می دهد. سبحان الله، چقدر نعمتهای الله در این دنیا بزرگ است به همه خلقهایش، خواه کافر خواه مسلمان. امروز می بینید که در بالای این دنیا زندگی می کنند و از نعمتهای گوناگونی الله داده استفاده می برند، حتی نمی دانند که این نعمتها از جانب الله است، قدردانی نمی کنند و با وجود همین الله با اونها داده شده است. همه خیر از جانب الله است، البته که همه شر هم از جانب الله است، اما این دنیا پر از خیرات الله است، نعمت الله است. الله در سوره نحل آیه 53 میگه و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فالیه تجأرون. یگان نعمت نیست مگر این که همش از الله است. هر نعمتی که شما در نزد شما هست این از الله است. هر آن چی که در شما از نعمت‌های هست پس بدونید که از الله است. اما زمانی که به شما یگان ضرر کمی میرسد به سوی الله جرأت میکنید و سبحان الله عملهای ناسزا میکنید. نعمت دهنده ای که یکتا و تنها است و تنها خودش نعمت میدهد، شریک در نعمت دادن ندارد، این مستحق عبادت است، مستحق محبت است. باید ما دوست بداریم این چنین ذاتی که به ما نعمت میدهد، انعام میکند. مستحق دوستداری و مستحق عبادت است و مستحق است که مردم او را دعا بکنند و از او طلب بکنند و به سوی او بشتابند. معلوم و معروف است که هر کسی که به کسی نعمت میدهد، انعام میکند، میبخشد، او را دوست میدارند. پس کدام نعمت بزرگتر از نعمت الله است؟ نعمتی که به همه بندگانش داده است، اما بزرگترین نعمت الله که این است که ای بنده الله تو را هدایت کرده است. این بزرگترین نعمت الله است که تو را هدایت کرده است و بزرگترین نعمت الله است به تو که تو را به دنیا به وجود آورده است. این نعمت الله است. الله نمیخواست تو به وجود نمی اومدی و تو را نگه داشته است در عافیت، در امن و امانی و هر آن چیزی که سوال کرده ای به تو داده است. از این ذات آیا دیگر ذاتی بزرگی وجود دارد که این همه چیز را داشته باشد؟ والله بالله تالله نه، وجود ندارد. نه قبر، نه ملائکه، نه جن، نه اولیای، چی برسد به اولیا، نه پیامبر، نه صالح، نه رسول. یگان چیز، حتی یک ملک المقرب، یک ملائکه که نزدیکترین ملائکه به الله است، جبرائیل، این چیزها رو به تو داده نمیتواند. این چنین کاملیت ندارد، این چنین قدرت ندارد، این چنین جمال ندارد، این چنین بخشیدنی، اعطا و دادن نعمت ها را هیچ کسی ندارد. این الله است سبحانه و تعالی. امروز بعضی از انسان ها گمراه شدند، شیخشان را می پرستند، امام پیشوای خودشان را، پیرشان را سجده می کنند. می بینید چرا می گوید این پیشوات را سجده می کنی؟
میپرستی، گفته او را از قرآن و سنت بالا میگیری، حتی بعد از مرگش در سر قبرش ذبح میکنی و طواف میکنی و از او طلب میکنی، به او توکل و نظر میکنی. میگد که او به من خوبی های زیادی کرده بود، او مرا چیزهای زیادی بخشیده بود. حتی این لشکران طاغوت که امروز به خاطر یک طاغوت میمیرند، از همه قیمت بهاترین چیز خود را که جان است به خاطر یک طاغوت میبخشند، در تعجب میمونید و به او سوال میکنید که چرا تو جانت را میبخشی به این طاغوت، به این مرتد؟ میگوید که او به ما چیزهای زیادی را داد، او به ما نیکی کرد، اینو آن کرد. ما میگیم الله هدایتت کند ای بیچاره، مگر نعمتهای الله داده را ندیدی؟ همین که به این دنیا به وجود آمدی، این کی بود که تو را به وجود آورد؟ الله بود. همین که صحت و سلامت هستی، این را به تو کی داد؟ الله داد. همین که نفس میکشی و زنده هستی، میخوری و مینوشی و زندگی میکنی، این را کی داد به تو؟ الله داد. نخود این همه نعمتهای بزرگ الله را به یک طرف بگذاری و به خاطر یک چیزی ناچیزی که به تو این خبثای مشرکین طاغوت و مرتدین تقدیم کردند، الله را به یک طرف بگذاری و عبادت انسان را به جا بیاوری. این دلالت میکند که عقلت سالم نیست. این دلالت میکند که در حقیقت یک انسان بی عقلی، بی خردی هستی. موحد با عقل ترین، با خرد ترین، با حکمت ترین، دانا و زیرک ترین انسان است که فهمید که حق الله از همه حق بالا است، که فهمید که باید همین ذاتی که به او شب و روز نعمت میدهد باید عبادت کرده شود، و فهمید که نعمتی هیچ دیگر نعمت دهنده وجود ندارد بجز الله. و هر کسی به او به تو نیکی کرد، بدان که این به اذن الله و از جانب الله بود. این است که موحدین را الله دوست دارد. از چهارمین جهت بیان میکنیم که الله مستحق عبادت است. بدانید که الله مستحق عبادت است. ربنا عز و جل مستحق است که عبادت کرده شود، زیرا که یگانه همین ذاتی پاک الله النافع الضار است، منفعت بخشنده، نیکی دهنده، نیکی آورنده، فایده بخشنده و ضرر رساننده و ضرر آورنده. یگانه ذات که این قدرت را دارد، نفع می رساند و ضرر می رساند، این الله است و یگانه خودش است. غیر از الله هیچ کسی، هیچ چیزی صاحب این دو صفتی بزرگ نیستند. هر کسی که خواست به خواست خودش به کسی ضرر رسانیده و فایده رسانده نمیتواند. اگر الله نخواهد هیچ کسی نمیتواند. چقدر انسان ها، میلیون ها انسان ها بودند که میخواستند که به کسی ضرر رسانند، نتوانستند. هزارها انسان ها بودند که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی توحید دعوت میکردند، میخواستند که بکشند، نتوانستند. چرا که صاحبی نفع و صاحبی ضرر الله است. این مطلق است. باید دانید که یگانه خودی الله است، هیچ کسی به الله شریک نیست. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی جبرائیل از ملائکه ها، از پیش خودشون هیچ کسی را نمیتونن ضرر برسونند و قادر نیستند. بالخصوص بعد از مرگ. پس این ذاتی یگانه الله قادر است که
منفعت بخشد و ضرر رساند و به همین عمل خودش تنها و یکتا است و به همین خاطر عبادت کرده می شود. به خاطر کامل بدن علمش، قدرتش. این الله همان ذات است که عالم است و همان ذات است که به همه چیز قادر است و همان ذات است که منفعت می بخشد و ضرر می رساند و این تنها در دست اوست و یگان عجز و کمبودی الله ندارد. از یگان وجه این ناممکن، از یگان طرف الله یگان کمبودی، یگان ناتوانی، عجز ندارد و غیر الله از امکاناتی او نیست که به کسی خواهد کی که خواهد فایده آورد یا که ضرر برساند، مگرم به امر الله و به قدرت الله سبحانه و تعالی. در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند، نصیحتشون به صحابگان بود و این نصیحت به من و شما است: ای اهل توحید، بدانید که چگونه پیامبر میگویند: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. بدان اگر همه امت جمع بشوند به خاطر اینکه به تو یک منفعت رسانند، فایده رسانند، به یگان چیز به تو فایده رسانند، هیچ فایده رسانیده نمیتوانند مگرم به همان چیز فایده میرسانند که الله نوشته باشد و اجازه داده باشد. و این چنین اگر اولی انسانها آخرش جین اینس همه جمع شوند و بخواهند که به تو ضرری برسانند، ضرری رسانیده نمیتوانند مگرم همان ضرری که الله خواسته و اجازت بدهد. پس ضرر رسانیدن، فایده رسانیدن، این در دست کی است؟ الله است. آیا یگان کسی هست، یگان مخلوقی هست که تواند که ضرر برساند و فایده برساند؟ مرده، زنده، ملائکه، جاندار، بی جان، درخت، سنگ، قبر؟ نه والله، هیچ چیزی نیست. پیامبری که از اول انسانیت تا آخر انسانیت بهترین انسان هستند و به الله از همه نزدیکتر هستند و دوست داشته تر هستند، این که محمد صلی الله علیه وسلم. از پیش خودشون فایده رسانیده نمیتونستند و ضرر رسانیده نمیتونستند، به اذن الله بودین. و بعد از مرگشون اصلا این ناممکن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به کسی فایده و ضرر رسانند. از همین جهت هر کسی که رود یک طلبی کند از پیامبر، طلبی فایده، یا یک طلبی کند که یک ضرری رو از من دور بکنید، یک عملی رو طلب کرده ایستاده است که مستحق این عمل تنها الله است و به غیر از الله هیچ کسی انجام داده نمیتواند. هر کسی که یک طلبی رو از کسی یا چیزی بکند که غیر از الله هیچ کسی انجام داده نمیتواند و تنها الله قادر است، پس این مشرک اکبر است و شرک اکبر واقع شده است. چرا که چیزی که الله تنها خودش میتواند از غیر الله پرسید، چیزی که بجز الله هیچ کسی نمیتواند انجام بدهد از غیر الله پرسید. یک انسان در نزدت زنده باشد، از او سوال کردی که به من یک چیزی رو دراز بکن، به من یک پیاله چای بده، یک برده نان بده. اگر در دستش نان باشد میدهد، باقی ندارد، برای اینکه این قادر است. این سوال کردن شرک است؟ نه، شرک نیست، برای اینکه این زنده است، در رو بروی تو است، تو رو میشنود و قادر است که یک چیزی رو به تو بدهد اگر در نزدش باشد همین چیز. اما یک انسان مرده ای که در نزد تو نیست، به قول صحیح تو رو نمیشنود، اگر شنود هم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اجابت کرده نمیتواند، برای اینکه این از چیزی که تو پرسی شده از خصوصیت های الله است، پس شرک اکبر شد. حتی یک انسان اگر حاضر باشد، انسان در رو بروی تو است، حاضر است، یک شیخ است، امام است، بزرگ است، به نظر تو بیناد انسانی بزرگوار است، از او یک چیزی رو پرسیدی که غیر از الله هیچ کسی قادری انجام دادن این چیز نیست، اگرچه در رو بروی این شیخ باشد یا کسی دیگری عالم باشد، کسی نباشد، پس باز شرک اکبر رو انجام دادی، مشرک اکبر شدی. مثلا کسی رفت و گفت ای انسان مرا به جنت داخل کن، ای انسان مرا
از دوزخ بیرون کن، یعنی هم خیل بکن که من جنتی باشم، چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادن 10 یاری بهشتی، چه مرا همچنین بکن و غیر چیزهایی رو سوال بکند که غیر از الله هیچ کسی قادر نیست به شرک اکبر واقع شد. الله سبحانه و تعالی این اصل بزرگ رو بیان کرد و به ما خبر داد که همانو که نفع و ضر در دست یگانه الله است و یگان نفر از این معبودهای باطلی که انسانها در این دنیا عبادتش میکنند این چیز رو ملکیت این چیز رو ندارد. نه صاحبان قبر، نه پیامبران، نه اولیاها، نه امامهای صوفی، هیچ کسی رو میخواهی بیار سوالش بکن. هیچ کسی قدری این چیزها ندارد. الله در سوره فرقان آیه 55 میگوید و یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم، و عبادت میکنند غیر الله را، چیزهایی را که به اونها فایده هم نمی بخشد و ضرر هم نمی تواند که رساند. یعنی مشرکا همون چیزهایی را عبادت میکنند که به اونها فایده بخشیده نمی تواند و ضرر آورده نمی تواند، پس صفتهای نقصانی دارد، در دستش فایده رساندن ضرر رساندن نیست. کسی که فایده رسانی مطلق ندارد ضرر رسانیده نمی تواند، پس این ذات یا این چیز یا این کس عبادت کردنش باطل است و جایز نیست. در سوره انبیاء آیه 66 میگه افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، او عبادت میکنید بجز الله را به غیر الله دیگر چیزهایی را که به شما منفعت نمی بخشند، فایده داده نمی توانند، یک ذره یک چیزی را و این چنین یک ضرر هم رسانیده نمی توانند. عقلا هم این عملی که شما ای مشرکین میکنید درست نیست، برای اون که او چیزی که شما عبادت کرده اید امید دارید که عبادت شما نتیجهش خوب به شما یکم فایده میارد، نه والله ذره فایده نمیارد. و این چنین دانید که اونها به شما ضرر هم رسانیده نمیتونند، از اونها نترسید، صاحب فایده و ضرر الله است. در سوره انعام آیه 72 الله میگه قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، بگو آیا عبادت میکنیم و دعا میکنیم غیر الله را، همون چیزهایی را که فایده هم ندارد و ضرر هم ندارد، یا که به ما فایده هم نمیرساند ضرر هم نمیرساند. یعنی این استفهام اینکاری است، سوالی که در صیغه اینکار اومده است، یعنی اینکار میکرد ما عبادت نمیکنیم چیزی که به ما فایده رسانیده نمیتواند ضرر هم رسانیده نمیتواند و خودش محتاج است. اگر انسان مرده باشد محتاجی من شما است. امروز این قبوری هایی که غیر الله را عبادت میکنند نمیدانند که همون کسی که در درون قبر خواب است محتاج در بیرون بوده انسان های مسلمان است که در حقش یک دعا بکنید، بگید که الله این رحمت کن مغفرت کن. الله المستعان. پس الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 12 میگه یدعو من دون الله ما لا یضره ولا ینفعه، دعا میکردند غیر الله را چیزهایی را که به اونها ضرر هم نمیرسونید فایده هم نمیرسونید. و این صفتی همه مشرکو است، یک صفتی که همه مشرکو رو جمع میکند. مشرک هر کسی که غیر الله را عبادت میکند یک چیزی را عبادت کرده است که نه در دستش منفعت و نه مضرت، یعنی نه ضرر رسونده میتونه نه فایده. الله در سوره شعراء آیه 73 میگه قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، گفت آیا میشنوند شما را در حالتی که شما دعا میکنید، یعنی این مرده هایی که شما دعا میکنید، این بت، این هیکل، این قبر و این غیر اللهی که شما دعا میکنید، این مزارهایی که شما امروز میروید و از او دعا میکنید و طلب میکنید، امید دارید یگان خیری را، آیا میشنوند شما را زمانی که شما دعا میکنید؟
یا به شما فایده میرسانند یا به شما میتوانند که ضرر برسانند. نه والله، شما رو نه میشنوند و نه به شما ضرر رسانده میتوانند. خیلی که در آیه دیگر اومده است که الله میگه و ما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى و ما انت بمسمع من في القبور. تو شنوانیده نمیتوانی کسایی که در درون قبر هستند. مرده ها رو شنوانده نمیتوانی. در آیه دیگر اومده است. بارك الله فيكم. سوره شعراء آیه 73 است. بارك الله فيكم. در سوره اسراء آیه 56 اومده است که الله میگه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. بگو به همون کسانی که دعوا میکنند غیر الله را، قصد کردن غیر الله را، همون چیزهایی را که غیر الله هست، به اونها بگو که این چیزهایی که شما عبادت میکنید از غیر الله هیچ چیزی را از ملکیت ندارد و آنها یک ضرری را دور کرده نمیتوانند از شما و شما را حالتان را خوب کرده نمیتوانند یا بد کرده نمیتوانند. تحویل، تغییر دادن حالت، این همه در دست الله است. این چنین آیات ها زیاد است و به نهایت الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که مرا عبادت بکنید. چرا؟ برای اینکه من به شما میتونم که ضرر برسونم یا فایده بدهم. این دو نام بزرگ الله هست، النافع و الضار. این نام های هست که باید هر دوش پیوست به هم دیگر گفته شود. من شما حق نداریم که فقط بگیم که الله نافع است، النافع است، تمام به همون خاموش بشیم، یا که بگیم که الله الضار است، ضرر رساننده است. نه، بعضی از اسما و صفات الله است که باید در حالت گفتن هر دوش را گفته شود. بمانند انا من نام الله النافع الضار. ضرر رساننده و فایده دهنده. پس انمین چیزها بود که الله مستحق عبادت است. الله رزق دهنده است، الله نگه دارنده است، الله هدایت کننده است، الله گمراه کننده است، الله میراننده است، الله زنده کننده است، الله نگه دارنده زمین و آسمان ها است، الله خالق است، الله عالم است، قادر است، کمال صفات و تمام کمالات را دارد. الله اکبر. الله غنی است، بای هست. الله مستحق عبادت کردن است، عبادت شدن است، به خاطر غنا بودنش، یعنی از دیگران بی‌نیاز است، از همه جهت بی‌نیاز است، یعنی بای هست، بگویم بی‌نیاز. و تمام انسان ها به سوی الله نیاز دارند و محتاج هستند و فقیر هستند. نه فقط انسان ها، تمام مخلوقات، این زمین و آسمان، آفتاب و ماهتاب، هر یک سنگ و درخت و پرنده و چیزهایی که در درون او هستند و من و شما در جمله انسان ها و اینچنین جین ها همه فقیر به سوی الله هستیم، فقرا به سوی الله هستیم و الله بی نیاز است، از من و شما غنی است و هیچ کسی از الله بی نیاز نیست. الله یگانه ذاتی است که بی نیاز است، غنی است، الغنی، الحمید، الصمد، الکریم، المجید الله است. و اینچنین الله مستحق عبادت شدن است به خاطر کمال رحمتش به خلقش و به لطفش به خلقش، به کمال رحمت و لطفش به خلقش. ببینید امروز چگونه الله رحمت کرده است به خلقش و چگونه لطف کرده است. و الله به همه چیزی که من شما احتیاجمندی داریم و هر یک چیزی که به ما فایده میرساند، الله به همون چیز چی است؟
دانا است و همه چیز را به ما رسانیده است. و این صفت ها ناممکن است که در غیر الله باشد. این صفت ها که ذکر کرده شد این همه صفت های خاص الله است که مطلق کمال را دارد. اگرچه بعضی از مخلوقین بعضی از این صفات ها را نامش را دارد، به مانند اینکه انسان قادر است در بعضی چیزها، انسان عالم است در بعضی چیزها، لیکن مطلق نیست. کامل بودن انسان به کامل بودن الله تشبیه کرده نمی شود. چخیلی که حیات انسان به حیات الله تشبیه کرد. الله هم حیات دارد، انسان هم حیات دارد. صفات هایی که انسان دارد که نامش به نام صفاتهای الله راست می آورد، به مانند علم، به مانند حیات، به مانند کلام، هیچ وقت به الله تشبیه کرده نمی شود. این از اصول مذهب اهل سنت و الجماعت است. ما میگیم که صفاتهایی که انسان دارد همه اش کمبودی و همه اش ناقص است. و از همین جهت صفاتهایی که ذکر کرده شد این همه صفاتهای معبود است که الله است و غیر از الله هیچ کسی این چیز صفاتها رو کاملش ندارد. آیا ندیدی که الله سبحانه و تعالی در قرآن انکار میکند به همون کسایی که بین خود و بین الله شفاعت کننده را گرفته اند؟ یعنی میگن که انسان تو ما را شفاعت کن در نزد الله، تو در نزد الله گویا که حق داری، تو میتوانی که شفاعت بکنی، تو بین ما و الله واسطه شو، تو به الله از ما نزدیک هستی، تو ما را شفاعت بکن، تو به ما رحم بکن. الله همه این را انکار کرده است و بیان کرده است که هیچ کسی در نزد من این چنین حق را ندارد که کسی را خواست شفاعت بکند و حق ندارد که دعای او را من حتما باید قبول بکنم، دعای دیگران را نه فقط دعای اون را. و این چنین هیچ کسی به این چیز قادر نیست که کسی دیگری را شفاعت بکند. پس یگانه اله حق این الله است که باید عبادت کرده شود. پس این همه صفت‌هایی که گفته شد صفت الله است، این ذات است، این ذات یگانه الله است که باید عبادت کرده شود. از همین جهت است که الله مستحق است، رب ما مستحق است که دوست داشته شود، قدردانی کرده شود، بزرگ شماریده شود، امید کرده شود، از او ترسیده شود، به سوی او شتافته شود و او عبادت کرده یگانه خودش شود، به سوی او پناه برده شود، از او پرسیده شود و به سوی او توکل کرده شود و به حکم او حکم کرده شود و به قانون او عمل کرده شود و به تنظیم های گذاشته او تنظیم داری کرده شود. و انمین الله مستحق عبادت است، یگانه خودش در الوهیت، در ربوبیت، در اسما و صفات، زیرا که دیگر هیچ کسی و هیچ چیزی به مانند الله نیست. به هر کسی که این صفات رو ندارد و هر چیزی که این صفات رو ندارد او مستحق عبادت نیست. به هر کسی که این صفات رو دارد که این یگانه الله است مستحق عبادت است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین القرار به پایان میرسیم و باذن الله در حلقه دیگر باز صحبت را ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.